دنیا پر از شگفتی‌های عجیب و غریب و ناشناخته است. پدیده‌هایی که گاهی اونقدر عجیب و غریبند که باور کردنشون واقعا سخته. از باران ماهی گرفته تا آسمان‌هایی که شب‌ها روشن‌تر از روزها می‌شوند. در این ویدیو با هم 5 پدیده طبیعی رو می‌بینیم که زندگی روی زمین رو به شکل جادویی و مرموزی نشون میده. پس آماده باشید، چون آنچه قرار است ببینید ممکن است تمام تصور شما را از طبیعت تغییر دهد. شماره 1: باران ماهی. ماهی هایی که از آسمان میبارند. تصور کن روزی در یک روستا یا شهری کوچک ناگهان بارانی از ماهی شروع میشه. این پدیده که به نام باران ماهی شناخته میشه در چند نقطه جهان مثل هند و هندوراس رخ داده. ماهی ها چطور از آسمان میافتند؟ پاسخ معمول این است که بادهای قوی و گردبادهایی ماهی ها را از دریاچه یا رودخانه ها به هوا میبرند و سپس در مکانهای دورتر میریزند. داستانهای محلی درباره باران ماهی ها گاهی باورهای عجیب و حتی خرافی داره. مثلا این پدیده رو نشونه برکت یا غضب الهی میدونند. اما علمی که پشتش هست چی میگه؟ تصور کن وسط یه اقیانوس یا یه دریاچه بزرگ ناگهان گردبادی بزرگ و قدرتمند شکل بگیره. این گردباد به نام تورنادوی دریایی یا واتر اسپات شناخته میشه. برخلاف تورنادوهای زمینی که گاهی خسارت‌های وحشتناکی ایجاد میکنند، این نوع گردباد روی سطح آب شکل میگیره و به صورت یک ستون چرخان از آب و باد دیده میشه. اما این فقط یک گردباد ساده نیست. وقتی تورنادوی دریایی به ساحل نزدیک میشه یا از رودخانه و دریاچه عبور میکنه، میتونه موجودات کوچیک رو مثل ماهی‌ها، وزغ‌ها و حتی حشرات رو به بالا بکشه. چطور این اتفاق میفته؟ هوای گرم و مرطوب در سطح آب با هوای سردتر بالا مخلوط میشه و این تفاوت دما باعث چرخش شدید هوا میشه. وقتی این چرخش به حد کافی قوی بشه، یک ستون چرخان از باد و آب تشکیل میشه که به شکل گردباد دریایی ظاهر میشه. تورنادوی دریایی با سرعت باد بالا آب و هر چیزی که روی سطح اون باشه رو به سمت بالا میکشه. اگه ماهی ها یا موجودات کوچیک نزدیک سطح باشن، در این باد به هوا برده میشه. وقتی این ستون چرخان به ساحل نزدیک میشه، ممکنه محتویات خودش رو توی خشکی رها کنه. این همون جاییه که پدیده‌ای مثل بارش ماهی رخ میده. ماهی هایی که از آسمون میبارند. در هندوراس بارها گزارش شده که بعد از گذر تورنادوی دریایی ماهی ها و وزغ‌ها روی خیابونا پیدا شدن، گویی که باران میبارد. این پدیده برای مردم محلی حیرت آور است و حتی در فرهنگشان نشانه برکت یا رویدادی ماورایی محسوب میشه. پس این بارش عجیب و غریب در واقع ناشی از قدرت طبیعت و پدیده‌های جویه که با ترکیب باد و دما و رطوبت و موجودات زنده‌ای که به هوا برده میشن و توی نقاط دورتر میریزند به وجود میاد و نه جادو نه افسانه، فقط علمیه که گاهی شبیه معجزه به نظر میرسه. توی هندوراس توی سال 2010 هزاران ماهی کوچیک توی خیابونای یه شهر باریدن و مردم محلی حیرت زده شدن. شماره 2: آبشار خونین. آبشاری که خون به نظر میرسه. در پارک ملی یلستون آمریکا آبشاری وجود داره که به رنگ قرمز خون میدرخشه. نامش آبشار خونینه. اما این رنگ عجیب از کجاست؟ برای سالها مردم فکر میکردن این پدیده ناشی از آلودگی یا مواد شیمیایی است، اما واقعیت علمی بسیار جالب تره. آب این آبشار از رودخونه‌ای میاد که از منطقه‌ای سرشار از مواد معدنی آهن میگذره. آهن وقتی با اکسیژن هوا واکنش میده به اکسید آهن تبدیل میشه، همون ماده‌ای که در طبیعت به رنگ قرمز زنگ زده دیده میشه. این اکسید آهن در آب حل میشه و رنگ قرمز طبیعی به آب میده، مثل زنگ زدگی فلزات روی زمین. اما این فقط داستان مواد معدنی نیست. در این آبشار
انواع خاصی از باکتری‌های میکروبیوم زندگی میکنن که قادرند آهن رو در فرایندی به نام اکسیداسیون بیولوژیکی آهن به حالت اکسید شده تبدیل بشه. این باکتری‌ها آهن رو به فرمایی تبدیل میکنن که رنگ قرمز شدیدی دارن و به آب رنگ خونینی میبخشن. وقتی آب آهندار با این باکتری‌ها تماس پیدا میکنن، آهن اکسید میشه و ذرات ریز قرمز رنگ در آب پراکنده میشه. این ذرات نور خورشید رو به شکلی منعکس میکنن که آب آبشار رو به رنگ خون درخشان نشان میده. این ترکیب منحصر به فرد از مواد معدنی و موجودات زنده باعث شده که آبشار خونین به یک جاذبه طبیعی شگفت‌انگیز تبدیل بشه، جایی که علم و زیبایی طبیعت دست در دست هم میدن تا منظری فراموش نشدنی رو خلق بکنند. اما شگفتی سوم دریاچه متان سوزان، جایی که آب میسوزه. تصور کن جایی روی زمین وجود داره که دریاچه‌ای داره که سطحش شعله وره. این پدیده در چند مکان مثل دریاچه نیاگارا و دریاچه نارامینا رخ داده. چطور ممکنه که آب بسوزه؟ پاسخ در گازهای متان زیرآبه. جالبه که بدونی سطح آب شعله ور میشه و شعله‌های آتش کوچیک یا بزرگ روی اون میرقصه. در عمق این دریاچه ها لایه‌هایی از گاز متان وجود داره که ناشی از تجزیه مواد عالیه. متان یک گاز قابل اشتعاله و وقتی به سطح آب میاد در تماسی با اکسیژن و هوا میتونه جرقه بزنه و آتش بگیره. وقتی شرایط محیطی خاصی مثل فشار آب، دما و حضور میکروارگانیسم ها فراهم بشه، متان آزاد میشه و به صورت حباب‌هایی به سطح آب میاد. اگه جرقه‌ای مثل رعد و برق یا حتی شعله‌های کوچیک در نزدیکیش باشن، این گاز آتیش میگیره و شعله‌های زیبا ولی ترسناک روی سطح آب شکل میگیره. در دریاچه‌هایی مثل دریاچه نیاگارا و دریاچه نارمینا این پدیده بارها مشاهده شده. محلی‌ها داستانای بسیاری درباره این دریاچه میگن. بعضیاشون میگن که این شعله‌ها نشونه‌ای از خشم زمینه. عده‌ای معتقدن که ارواح یا نیروهای ماورایی در این شعله‌ها پنهان شدن. بعضی‌ها هم این پدیده رو نشونه‌ای از اتفاقات عظیم طبیعی مثل زلزله یا فوران آتشفشان‌ها میدونن. شعله‌هایی که روی آب میرقصند هم زیبا و هم ترسناکن، چون آب معمولاً نماد آرامش و زندگی است، اما اینجا با آتش عجین شده و این تضاد باعث شده که این دریاچه تبدیل به یکی از داستان‌ها و افسانه‌های محلی بشه. اما شگفتی چهارم، آسمان‌های روشن، نورهای عجیب در تاریکی. گاهی در نقاط خاصی از جهان آسمان شب چنان روشن است که گویی روز است. تا حالا شفق قطبی دیدی؟ اون نورهای رنگی و رقصانی که شبها توی آسمون نزدیک قطب شمال یا جنوب ظاهر میشن. خیلی ها فکر میکنن اینا فقط یه نمایش نور خیلی زیباست، ولی واقعیت پشتش خیلی جالبه. شفق قطبی وقتی به وجود میاد که ذرات باردار از خورشید میرن سمت زمین و با میدان مغناطیسی زمین برخورد میکنن. این برخورد باعث میشه نورهای رنگی و متنوعی توی آسمون برقصن، مثل یه رقص نور طبیعی و خفن. حالا توی ژاپن هم یه پدیده هست به اسم نورهای شبانه که شبیه شفق قطبی نیست ولی خیلی خاصه. این نورها بعضی شبا آسمون ژاپن رو پر میکنن و مردم محلی داستانهای زیادی دربارشون دارن. مثلا بعضی ها میگن روحای نیاکانشون دارن بهشون سلام میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ جو زمین یه لایه محافظ داره به اسم میدان مغناطیسی زمین که مثل سپری جلوی بیشتر ذرات خورشید رو میگیره. اما بعضی وقتا ذرات خیلی قوی خورشیدی میتونن به این میدان نفوذ کنن و وقتی با جو زمین برخورد میکنن این نورهای رنگی شکل میگیرن. همین باعث میشه یه نور عجیب و غریب توی آسمون دیده بشه که بعضی ها بهش میگن رقص آسمونی. مردم در سراسر دنیا همیشه وقتی این نورهای عجیب رو دیدن براش داستانهایی ساختن. مثلا توی اسکاندیناوی قدیم فکر میکردن این نورها راهنمای ارواح جنگجویان مرده هست. یا توی بعضی قبایل بومی آمریکای شمالی این نورها نشانه ای از پیغام‌های آسمانی و حتی
پیشبینی آینده بودند. در ژاپن هم که این نورهای شبانه هست، مردم معتقدند اینها انرژی مثبت و خوششانسی میارن و موقع دیدنشون آرزو میکنن. خلاصه این که این نوره عجیب و رنگی توی آسمون فقط یه نمایش زیبا نیست، بلکه نشونه تعامل شگفت‌انگیز بین زمین و خورشیده که از هزاران کیلومتر دورتر داره اتفاق میفته. شگفتی پنجم، برق‌های توپ مانند. برق‌هایی که به صورت توپ در هوا میمانند. اول اینکه برق توپ مانند یه پدیده فوق‌العاده نادر و البته ترسناکه که خیلی‌ها حتی به چشم ندیدن. به جای اینکه مثل رعد و برق معمولی یه خط سریع و ناگهانی باشه، این برق‌ها به شکل توپ‌های نورانی کوچک یا بزرگ توی هوا شناور میشن و حرکت میکنن. چطور این توپ‌ها حرکت میکنن؟ این توپ‌های برق میتونن به آرومی توی هوا بچرخن، حرکت کنن و حتی از دیوارها و پنجره‌ها رد بشن. بعضی‌ها گفتن حتی صدای وزوز ملایمی هم دارن، ولی خیلی‌ها هم میگن بی صدا هستن. این پدیده رو کی دیده؟ از صدها سال پیش گزارش‌هایی وجود داره. مثلا خدمه کشتی‌ها و کاشف‌ها توی دریا این برق‌ها رو دیده بودن و حسابی ترسیده بودن. یا روستایی‌ها وسط طوفان‌های شدید دیدن یه نور توپ مانندی توی آسمون میچرخه. حتی بعضی دانشمندای معروف هم این پدیده رو گزارش کردن، ولی چون خیلی نادره هنوز خیلی کم دربارش تحقیق شده. دلیلش چیه؟ خب دلیل دقیق برق توپ مانند هنوز کامل مشخص نشده، ولی چند تا نظریه علمی داریم. یه نظریه میگه ممکنه گازهای خاصی در هوا باشه که با انرژی الکتریکی ترکیب بشه و این توپ‌های نورانی رو ایجاد بکنه. یه نظریه دیگه احتمال میده که پلاسمای الکتریکی به صورت یک توپ انرژی دار در هوا شناور باشه. بعضی‌ها هم فکر میکنن یک نوع شارژ الکترومغناطیسی خاص باعث ایجاد این پدیده میشه. برق توپ مانند یه معمای بزرگ طبیعته که هنوز دانشمندا دارن سعی میکنن بفهمن چجوری به وجود میاد، ولی هر کسی اون رو دیده میگه یکی از عجیب ترین و ترسناک ترین چیزهایی بوده که توی عمرش دیده. اینها تنها چند نمونه از عجایب طبیعی بودن که زمین برای ما پنهان کرده. جهان پر است از رازها و پدیده‌هایی که هنوز نمیدونیم. شما کدوم یک از این عجایب رو باور میکنید؟ یا شاید تجربه‌ای داشتید که ما نمیدونیم؟ حتما در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. راستی یادتون نره که ما رو سابسکرایب بکنید. این باعث میشه که ما محتواهای خیلی بیشتر و جالبتری برای شما بسازیم.